Anki Eke, Ekin ve Daynaz, Oyko Çelik, Burak Çelik, Uğur Çavuşoğlu, Hakan Meriçliler, Hamid Duşan Kalkan ve Lemi Filozof da Doktarı Çupan. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Hayat sevince güzel, sevmek ömre bedel. Aşk kapıyı çalınca aklın başından gider. Yarenin kollarında, elinin koynlarında, korkma düşmekten aşka. Hayat sevince güzel, nereden geldik dünyaya? Hayatı yaşamaya, aç gönlünü sevdaya. Hayat sevince güzel. دختر جون همینه. این دیگه چیه؟ بابا ظریفه چی شده دخترم؟ همینه. امینه چی شده؟ همینه رفته بابا. چی؟ کجا رفته؟ بگو ببینم. این چیه نامش؟ بخوام ببینم چی نوشته. اوف. دخترم بخون دیگه، دارم سکته میکنم. بخون. بابا جون میدونم که خواهرم هیچ وقت ازدواج نمیکنه. تو هم هیچ وقت منو نمیدی به عثمان. من هر روز تو آتیش عشق دارم میسوزم بابا جون. دیگه طاقت این دوری رو ندارم. من از اینجا میرم. دیدی بهت گفتم، دیدی وقتی نذاری دوتا عاشق به هم برسن عاقبتش همینه دیگه. ببین دل سنگ تو اصلا همیشه بدبختی میاره. بابا یه دقیقه آروم بگیر ببینم چی نوشته. ادامه بده دخترم. وقتی تو داری این نامه رو میخونی من تا اون موقع خودکشی کردم. چه میگی دخترم؟ شایدم خودم از بالای تپه عشق پرت کنم پایین. چی؟ کدوم تپه؟ تپه عشق. ما که تو روستا همچون جایی آی نداریم. امینه دختر بیچاره من، دختر نازنینه. آی خدا چیکار کنم؟ پسرم آی بابا چی شدی؟ بلند شو جانم. بابا یعنی چی؟ بابا هیچی بلند نیست. شو آروم باش. بابا جون این همینجوری. این حرفا یعنی چی؟ مگه تو همینم نمیشناسی؟ مگه نمیشناسیش؟ آروم باش. آره آروم باش. بهتره. آرومی؟ خوبم دخترم. یکم فشارم افتاد. دختر بیچاره من. کاری تو نمیکنه. چیکار کردی؟ امینه سب ببینم. دخترم بشین. امینه دختر بیچاره من. امینه جان زبونم لال میشد وقتی گفتم تو رو به عثمان نمیدم. کاش میمردم اون حرفو نمیزدم. کاش دستم میشکست اون کارو نمیکردم. آی خواهر بیچاره من چی کار کردی با خودت؟ وای وقتی که منم برم اینجوری میزنیم تو سرتون پسرم. بیا بریم خواستگاری فدیمتون رو کنیم. امینه دختر نازنینم. اگه الان از در بیاد تو بگه بابا جون من زندم نمردم، اگه بهم بگه بابا منو بده به عثمان، همون لحظه اول قبول میکنم. 40 شبانه روز براشون جشن میگیرم. بابا جون راست میگی؟ بله که راست میگم دختر. بابا یعنی الان که من زندم منو میدی به عثمان؟ بله دخترم. دختری احمد. خب حالا الان کی بیان خواستگاری؟ حالا میدونی کی باید بلند بیاد؟ شو بابا. وقتی خواهرت ظریفه ازدواج کرد. صبر کنیم ببینم.
منم باید با فدیمه ازدواج کنم بعدش، درسته؟ بله بله، اتفاقا اینجوری بهتره. اما چی؟ خب مگه دیوونه شدید؟ این معلوم نیست چه شده ها. ببین دخترم ظریفه، میدونی که تو بله بابا میدونم، من چشم و چراغ این خونه. بله تو چشم و چراغ این خونه، باید مراقب این دو نفر باشی. چشم. اگر نه یه روز منو به سکته بله میندازه. میدونم بابا، حواسم هست. آفرین دخترم، من اینا رو سپردم به تو. من رفتم. برو. وقتی واقعا خودم کشتم اون وقت میفهمین که شوخی نکردم. دختر خجالت بکش، چی میگی؟ فقط بلدی فیلم بازی کنی. چی کار میکنی؟ باز داری فیلم بازی میکنی؟ بدو برو لوبیا رو خیس کن، زود باش. برو سراغ لوبیاها، خونرم تمیز کن، زمینم جارو بکش، همه کارا رو باید انجام بدی. خودم کشتم اون وقت حرفمو میفهمی. خودتو بکش. حالا میبینی. برو بکش ببینم. Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakma zar. Zor yıktım duvarlarımı, kıymetini bil. Uzatma bak yaldızlarımı. Döktüm açtım kapılarımı, gir içeri gör parklarımı, bahçelerimi anla. Ben büyük harflerden ürktüm, ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürekten, anlamam akıntıya kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan? Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakma zar. Zor yıktım duvarlarımı, kıymetini bil. Uzatma bak yaldızlarımı. Döktüm açtım kapılarımı, gir içeri gör parklarımı, bahçelerimi anla. Ben büyük harflerden ürktüm, ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürekten, anlamam akıntıya kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan? Ben anlamam toptan tüfekten, ben anlamam taştan yürekten, anlamam akıntıya kürekten. Bunları boş ver, ne haber aşktan? Aç kalbini, ben geldim. Sıkı sıkı tut, bırakma. همیشه میگن وقتی میری برای شکار مراقب باش که تومه نشی. عشق هم دقیقا همچین چیزیه. مراقب باشین که با عشق قصه نکنی. یعنی یهو به خودتون میای میبینی که من با کی دارم حرف میزنم. حالا که آروم و قرار ندارین پس باید عواقبشم تحمل کنین عزیزای من. زندگی همینه دیگه.
حسابی خبری شده؟ چیکار میکنی ظریفه جون؟ هیچی، باید چیکار کنم؟ تو چیکار میکنی؟ یه اتفاق خیلی عجیب افتاده، بیا بهت نشون بدم. چی شده؟ چیزی شده؟ 2 دقیقه بیا بهت نشون بدم، تعریف کردنی نیست، باید خودت ببینی. نمیشه، من دارم میرم به همسایه ها کمک کنم. تو بیا بریم زود برمیگردی به همسایه کمک میکنی. بیا دختر. بیا دیگه عزیزم. ببین به خاطر با بزرگت. باید زود برگردم ها. بله زود برمیگردی. باش. میگم این دختر کوچیکه این کاروانیا رو که میشناسی، انگار رمالی چیزیه، هرچی میگه اتفاق میفته. ماما بیا با هم یه سر بریم پیشش. دختر شما زده به سرتونا. به خدا اگه باباتون بفهمه این قدم جواتون رو خورد میکنه میکشتتون. بشینید سر جاتون دیگه. آخه مگه اسیر گرفتیم پوسیدیم تو این خونه. یعنی ما حق نداریم بدونیم که سرنوشتمون چی میشه؟ گوش کنید. وقتی باباتون رفت قهوه خونه یواشکی بشین، اما زود برگردین. نباشه یواشکی بشین. به خدا اگه باباتون بفهمه این دفعه دیگه نمیتونم شما رو بابا برشی من آوردی اینجا؟ هرچی میخوای نشون بدی نشون بده دیگه. چون لباستون رو دزدیدم میخوای ازم انتقام بگیری ها؟ من با یه خانم همچین کاری نمی‌کنم ظریفه. من فقط میتونم یه خانم رو دوست داشته باشم. خیلی خوب، حالا هرچی میخوای نشون بدی زودتر نشون بده، من کلی کار دارم. این قایقو میبینی؟ آره میبینم، خب من کورم. قراره با هم سوار این قایق بشیم بریم یکم بگردیم. باشه حتما. مگه تو با من شوخیت گرفتی؟ تا اینجا من آوردی همینو بهم بگی؟ من کار دارم میخوام برگردم. پس ببخشید امیدوارم که از دستم ناراحت نشی. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ میمونه. هی ساما چی کار میکنی؟ خب آخه این چه کاریه؟ باشه معذرت میخوام. باشه دیگه همچین کاری نمیکنم. مامان خوابیدی؟ مامان ما حامله شدیم. قهرمانان ما منتظر ما بمونی. ایشونا رو سحر دارن میان. چلافتی به اون قشنگی داشتیم را میرفتیم، حواست کجاست چلمن؟ وقتی کفش 10 سانتی بپوشیم همین میشه دیگه. وای دختر منو نگاه کن، میگم به نظرت شوهرای عزیزمون دارن الان چی کار میکنن؟ مارجون نکنه رفتن قهوه خونه. البته اونا بچهای استانبولن، اینجور جاها نمیرن. مگه نه؟ راست میگیم، فقط همسنای بابامون میرن اینجور جاها. گوش کن میگم چطوره جدا بشیم بعد بریم دنبالشون. 2 ساعت دیگه هم دم کاروان همدیگه رو میبینیم، بعد میایم خونه. ببین من از تپه میرم بالا پایین، تو هم برو سمت چشمه، مستقیم برو از کوچه دوم برو داخل، بعدش هم رودخونه شناکنون برو دنبالشون. شنا کنم برم؟ آره بابا من فهمیدم. بیا بریم. موفق باشی. بله بیا ظریفه جون بیا. اول تو رو میگیرم بعدم ماشین رو میگیرم. آخه مگه تو گاوی پسر؟ آره؟ برای
چی منو آوردی اینجا؟ تو به من گفتی گاو؟ باز خوبه از خر تبدیل شدم به گاو. اینم اصلا بد نیست. تو چرا میترسی دختر؟ دارم سعی میکنم باید تنها باشم. بده مگه؟ به چه حقی ها؟ من چرا باید با تو تنها باشم؟ دروغگو. مگه نگفتی میخوای یه چیزی بهم نشون بدی؟ شد تو یه بار قور نزنی. سعی کن یکم مهربون باشی. نگاه کن، اینم دریا. به آسمون نگاه کن، هر چقدر دوست داری نگاه کن. من مثل کف دستم اینجاها رو بلدم. من همینجا بزرگ شدم. کار دارم، میخوام برگردم. چی کار داری ظریفه؟ کار دارم دیگه. میخوام خونه رو تمیز کنم، باید مرتبش کنم، باید گاو همسایه رو بدوشم. امینه کلی کار داره، باید برای شب غذا درست کنم. بابا کلی کار دارم. اصلا من چرا این دارم به تو میگم کار دارم؟ تو بابا هیچ کاری نداری ظریفه. مسئولیتایی داری که به خودت تحمیل کردی. تو هر روز داری خونه رو تمیز میکنی. بذار یه بارم به هم ریخته بمونه. گاو همسایه رو یه روز تو ندوش، یه روزم غذا درست نکن. مگه چی میشه؟ زندگی رو ببین ظریفه، زیبایی‌ها رو ببین. به نظرت اینا حق تو نیست؟ میخوام به خاطر محبتایی که در حقمون کردی ازت تشکر کنم. بذار یه روز خوب با هم بسازیم ها. میخوام یه خاطره خوب با هم داشته باشیم. باریش بیا خوشبختی. فلش های عشق رو تغییر کن، اونا تو رو به من میرسونن. برای من یادداشت گذاشته. کجا برم حالا؟ سمت چپ یا سمت راست؟ وای میونه دوتا دلبر، من کدومم کدوم ور؟ این ور برم یا اون ور؟ نمیدونم، دارم میام دنبالشم. ثروتم در دستان توست. بیا همه چیزم مال تو. کدوم ثروت؟ کدوم کلید؟ این دیگه کیه بابا؟ این کیه که بیخبر از من تو این روستا این همه ثروت داره؟ این روستا دیگه گندش در اومده. ای کاش منم دختر داشتم. کاش به جای 5 تا پسر حداقل یه دختر داشتم برام گریه کنه وقتی میمیرم. ببینم به این گفتی بیاد؟ دستش درد نکنه، امینه داره به هم کمک میکنه. همه گوجه هارم رنده کرد، ترخونارم جمع کرد. بده ببینم اونو. ای این که گندیده، اصلا ترخونه گندیده خوشم نمیاد. خب شما چی کار کردی؟ تونستی جهیزه دخترتو آماده کنی؟ بله خدا رو شکر زیاد نگرفتم، مثل قدیم نیستن این بچه‌ها. آره دیگه دخترای الان جهیزیه‌شون رو همینجوری ول میکنن گرد و خاک میگیرن. سلیقه جوونا تغییر کرده. مثلا پسر من از دختر چا اصلا خوشش نمیاد. خودش همش توی رژیمه. اگه بخواد دختریم بگیره خب اندامشو برانداز میکنه. دیروزم به من گفت مامان من یه دختر لاغر و ظریف اندام میخوام. منم دقیقا یه دختر ظریف پیدا کردم که باب سلیقه پسرم باشه. تازه خانوما از یه خانواده ثروتمنده. از یه پدر بزرگش کلی باغ زیتون مونده، از اون یکیشم کلی باغ و زمین مونده. جدی میگی؟ همین روزا قراره با مختار بریم خواستگاری. مردشو رو ریخت و قیافتو ببرن. تازه‌شم مامان باباش اونجوری نیستن که یکی میاد خواستگاری شرطای عجیب غریب واسه اون بدبخت بذارن. ای بابا آخه این دیگه چی کاری؟ مرتیکه خجالت نمیکشی؟ تو چرا با آبروی من بازی میکنی ها؟ همین الان میای همون جایی که همیشه همدیگه رو میدیدیم. زود باش عثمان. اینم از این. مطمئنم که خیلی خوشش میاد.
من عاشق نور خورشید بودم، اما الان دیگه خورشید من تویی. عاشق ستاره ها بودم، اما الان دیگه ستاره من تویی. همه جا به دنبال عشق بودم، دیگه نمیگردم. عشق و زندگی من تویی. چی؟ تو از کجا آمدی دیگه؟ آره کشی شانسی. بهترین جایزه نصیب تو شد دیگه. سیب سرخ. بهترین جایزه؟ تو انگار حالت خوب نیست. وای خدا، شنیدی که میگن کو به کونه میرسه، آدم به آدم میرسه. ما بالاخره به هم رسیدیم. دارم میمیرم از خوشحالی. نه ببین سوء تفاهم شده. خب هیچ سوء تفاهمی نشده. طلای من، تو برای من نشونه گذاشته بودی، منم اونا رو دنبال کردم و رسیدم اینجا. من برای تو هیچ نشونه‌ای نذاشته بودم. نه گذاشته بودی. تو به من هم جسارت دادی هم نشونه. چرا خجالت میکشی عزیزم؟ چی میگی؟ کدوم نشونه؟ من با تو هیچ کاری ندارم. اگه کاری نداری پس این نشونه واسه کیه؟ ببینم باریش نکنه خجالت میکشی. الهی فدات شم. Sen bizim mahalleye geldin geleli canım. Bizde ne akıl kaldı ne de fikir gitti. O endam eda nedir öyle hey yavrum. Kaç yıllık arkadaşlar birbirimizi sattık. Seni yerler seni ham yapar bu zilliler. ببین حواستو جمع کن و اینا کار دست خودت میدی. بس کن دیگه. من نمیخوام دل یه خانم محترمو بشکنم، اما به زور که نمیشه. ما مسیرمون یکی نیست، اصلا فکرش هم نکن. گوش کن، میخوام یه چیزی بهت بگم، شاید باورت نشه. من به تو خیلی حس دارم باریش. تو دیوونه ای دختر جون بابا. عشقم، من سیر خوردم. ببین دهنم بو میده. آهای اینجا چه خبره؟ ها؟ تو به ناموس ما چش داری؟ پسر چش دریده؟ بابا صبر کن، من اصلا اینو نمیشناسم. کدوم ناموس آخه؟ صبر کن. با عشقم کاری نداشته باشین، ما هم دیگه رو دوست داریم. چی داری میگی؟ کی همچین حرفی زده؟ تو فرار کن عشقم، من خودمو قربونیت میکنم. هنوزم داره میگه عشقم. عشق ما ابدیه. بوس اول باید از جنازه من رد بشیم. الان که تو رو بردم تحویل بابا دادم و حساب تو رسید، اون موقع که عشق از سرت میپره. من مرگ موش میخورم. چی کارت کنم ساواش؟ داره فرار میکنی. بگیریم داره فرار میکنی. ببریم دخترم بیا اینجا ببینم. چرا با من این کارو میکنی؟ برو چی شده پسر؟ گوشم بدجوری صدا میده. باد پیچیده تو گوشت. خیلی ممنونم. اوف. خیلی دور شدیم. من کلی کار دارم بابا، باید برای شب غذا درست کنم. اما همه کار و زندگی من تویی. میدونم از وقتی اومدیم خیلی اذیت شدی. بذار دلتو به دست بیارم. پسر جون من دلی ندارم که بخوام بدم دستتو نگهش داری. چرا نمیفهمی؟ میگم کلی کار دارم، باید غذا درست کنم. بفهم دیگه. نفهم. ترسیدی؟ از چی باید بترسم؟ من تو این دریا بزرگ شدم، از چی باید بترسم؟ دریا رو نمیگم. از من ترسیدی؟ باز که داری پرت و پلا میگی. میگم کار دارم، میخوام برگردم. روشنش کن. برگردیم. نمیخوام. میخوام برگردم. روشنش کن. خیلی خوب باش. الان روشن میکنم. خب بس کن دیگه. بودو روشنش کن. آروم باش دیگه. چی شد؟ پس منتظر چی هستی؟ فکر کنم موتور خراب شده. نه دروغ نکن بابا، همه کارا شده دروغ گفتن موتور خراب شده. برو کنار ببینم بابا. برو کنار. تو چی میفهمی آخه؟ فقط تو میفهمی. چی؟ واقعا کار نمیکنه ها. پارو هم نداریم. وای عثمان، با این قایق جور کردنت خاک تو سرت. پسر چرا به خودت حرف میزنی؟ ببینمت. چرا رنگت پریده ها؟ نکنه ترسیدی؟ از چی باید بترسم؟ از من نه، از دریا ترسیدی. چرا باید از دریا بترسم آخه؟ چون که باید خودمون تا ساحل شنا کنیم. مزخرف نگو دختر. صبر میکنیم بالاخره یکی میاد کمکمون. خیلی ببخشید. دقیقا من چرا باید از مردم کمک بگیرم؟ خیلی ببخشید ولی من نمیذارم مردم بگن ظریفه از آب میترسه. تو دیوونه شدی؟ از اینجا تا ساحل چجوری میخوایم شنا کنیم؟ میدونی چند کیلومتره؟ من یه مسیری بلدم، مثل راه میونبر میمونه. از اون طرف میری. خیلی خوب، را بیاف. میای یا نمیای؟ ها؟
ببینم زده به سره. ساواشا بی خود عصبی نشو، خودتو به زندگی بسپار. خب تو دیوونه ای بابا. آره من دیوونم. حرفی داری؟ 1000 دفعه به من گفتی دیوونه، آخر دیوونه شدم. بفرما. خیلی خوب. ای بابا صبر کن، من منظور بدی نداشتم، ببخشید. دقیقا منظورم همون بود. تو واقعا دیوونه ای. دیوونه. یا میخوای همونجوری اینجا حرف بزنی؟ دختر جون یه برای سرت میاد بعد از چشم من میبینم. بیا بیرون. عروس دریایی اون توه. آخه این از عروس دریایی میترسه. خیر سرمون اومدیم رمانتیک بازی. اگه به من میگن شناسی پس باید این دستور رو بگیرم. سوختم، کمکم کنید. سوختم. این سر صدا چیه؟ آقا شناسی چی شده؟ مار میشم زده، پام خیلی میسوزه. مار کجا بود؟ چه شکلی بود؟ خیلی گنده بود، نمیدونم افی بود، بوا بود، دسته نفهمدم. تو پام خیلی میسوزه، کمکم کنید. کجا رو نیش زده؟ نشون بده ببینم. نشون بده. برام پماد سب بیار. کن، تو نترس، من الان درستش میکنم. سب کن ببینم. سب کن الان برمیگردم. دم. سب کن ببینم. دم. اون دیگه باید اول زهر ما رو بکشیم بیرون. زهرش رو بکشیم بیرون؟ تکون نخور چون چشمم خوب نمیبینه. ممکنه اشتباهی یه جای دیگره نه قربونت برم. اون چاقو رو بذار سر جا، شیطون گولت میزنه. یکم پماد بزنی خوب میشه. نه اینجوری که نمیشه. تو اطلاعات درستی نداری. این پماد برای زهر خوب نیست، میفهمی؟ حتی بدترش هم میکنه. نه تو بزنی خوب میشه. اصلا چیز خاصی نبود. بیا خوب شد. چه ببینه. تو هیچی نگو نمیفهمی. اون بالا رو نگاه کن. آها. تو منو زخمی کردی. چقدر تو بچه ننه این چرا کولی بازی در میاری؟ یه زخم کوچیک دیگه یه اشاره کردم. باید چی کار میکردم؟ منو زخمی کردی. انتظار داشتی بوست کنم. های خدا. آروم باش بابا، گریه نکن، خوب میشه. خودت گفتی چیز خاصی. حداقل یه ذره پماد بزن رو چی میشه. خب داری میسوزه. بابا ببین پسرم تموم شد دیگه. تموم شد؟ آره. پس چرا پامو اینجوری کردی؟ خب از اول بگو دیگه. از اول بگو. خب از دست شما کار کنم. تموم شده. آی خدا، از دست تو شناسی. فکر کردی میتونی خلیلو بازی بدی؟ دم درد دیدی. دم